تابستانی داغ برای همه اما سوزان برای رژیم اسلامی. داریم به تابستان و گرمترین فصل سال و همینطور التهابات ویژه اجتماعی و سیاسی نزدیک می‌شویم. این فصل در این زمان از تاریخ با توجه به شواهد و قرائن پیرامونی و نیز منطقه‌ای و جهانی بیانگر نشأ گرفتن فضای ویژه است. قداست خود رژیم اسلامی در دی ماه 1396 در زیر گام‌های اسفار و خشمگین مردم بجان آمده له شد تا جایی که تمامی جهان خود به اغفال زده نیز آن را لمس نمود. در 2 سال اخیر مردم به پا خواسته جسارت بیشتری یافته و همواره اعتراضات و فریاد حق طلبی آنان رساتر و تنین بیشتری یافته است. اوضاع جهانی با برملا شدن سیاست‌های فریبکارانه جمهوری اسلامی ایران به سوی یک صف‌بندی جهانی تمایل یافته است. به عنوان نمونه، تفاوت دیدگاه رژیم حاکم بر ایران و روسیه پیرامون اوضاع سوریه و نیز خروج آمریکا از توافق اتمی و بازگشت تحریم‌ها و ورشکستگی اقتصادی و وقتکشی اروپاییان در ترمیم توافق موسوم به برجام هیچ کدام علائمی امیدوار کننده برای حاکمان تهران نیستند. حال نیز 3 موضوع دیگر را باید به آنها افزود. اولی درخواست 3 عضو طرف توافق برجام یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان برای ارائه گزارش سازمان ملل از برنامه موشکی رژیم تهران هستند که آنان بر این باورند که اقدامات اخیر تهران مبنی بر آزمایش، پرتاب و نمایش موشکی نقض توافق فیمابین است. دومی خاتمه مهلت معافیت خرید نفتی چند مشتری بازار نفت ایران و عدم تمدید آن از سوی آمریکاست. اما سومین مورد که موضوع اصلی می باشد، سیل اخیر و عوارض و تبعات سوزنده آن برای رژیم تهران است که لازم است این موضوع را قدری بشکافیم. سیل اخیر خرابی‌های وسیعی را به بار آورد که علاوه بر زیان‌های جانی، مالی و زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی، نظیر صدها قربانی که هنوز آمار دقیقی از میزان آن در دست نیست، خرابی خانه‌ها و مغازه‌های مردم و ادارات و ارگان‌های حکومتی، جاده‌ها و پل‌ها، خطوط انتقال آب و برق و تلفن که هر بخش متحمل خسارات و ضرر و زیان‌های هنگفت شده‌اند و خود مستلزم صرف هزینه‌های سرسام‌آوری برای بازسازی هستند، خود مردم توان تامین آن رقم‌ها را ندارند. دولت نیز به عنوان مسئول بازسازی و ترمیم ویرانی‌ها و جبران خسارات وارده فاقد توان مالی لازم است، چون هم خزانه اش خالی است و هم درآمدهای حاصله از صادرات و فروش نفت را از دست داده است. از سوی دیگر استان‌های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و لرستان هر کدام دارای وزن و اعتباری اقتصادی و تولیدی هستند که با خرابی‌های ناشی از سیل اخیر دچار صدمات جدی شدند و نقش این استان‌ها در تولید و تأمین کالاهای مصرفی غیر قابل انکار است. به عنوان نمونه در خوزستان از نفت که بگذریم، این استان دارای جایگاهی محوری در تولید غلات، صیفی و سبزیجات و اقلامی میوه است. کرمانشاه و گلستان و فارس و لرستان نیز هر کدام دارای نقش و جایگاه خود هستند. سیل اخیر مزارع، باغ و بستانها را ویران کرد. بنابراین بازار نمیتواند منتظر کامیون‌های میوه و تربار از این مناطق باشد. سیلوها هم غله‌ای وصول نخواهند نمود. در سایر جاها نیز میزان تولید کالاهای فوق به میزان لازم میسر نیست. بازگشت مجدد تحریم‌ها نیز مانع واردات کالا می شود. لذا تفاوت فاحشی میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد که موجب گرانی آنها و سرایت این گرانی‌ها به بخش‌ها خواهد گشت. از سوی دیگر میلیون‌ها نفر از طریق کار در مزارع و باغات، برداشت، حمل، انتقال و فروش در بازار
درآمد داشتند و امرار معاش می‌کردند. اینک تمامی اینها از میان رفتند و موج فزاینده بیکاری نیاز مردم آسیب دیده از سیل به گذران روزانه و بازسازی ویرانی‌ها مستلزم صرف مبالغی هنگفت است. با توجه به بازگشت تحریم‌ها، پایان زمان معافیت مشتریان نفت ایران و عدم تمدید آن از سوی آمریکا، اختلاس‌های نجومی و غیره، حساب دولت و حکومت خالی است. در صورت عدم خالی بودن هم تمایل و اراده‌ای برای بازسازی وجود ندارد. چنانچه امروز و بعد از گذشت قریب به 1.5 سال از زلزله در کرمانشاه بین شاهد این موضوع هستیم. امروزه و در گرماگرم سیل مشغله مردم تنها و تنها حفظ جانشان است، اما فردا و بعد از فروکش نمودن طغیان آب و مشاهده خود در زمین سوخته و عدم تمایل و توان حاکمیت به بازسازی، سیل طغیان مردم به راه می افتد که فصل نمی شناسد. سیل این باره منتظر وزش باد و ریزش باران نخواهد شد و راه خواهد افتاد. بنابراین وظیفه نیروهای اپوزیسیون آمادگی برای استقبال، همراهی و هدایت این موج عظیم است. لذا فصل داغی را برای همگان پیش رو داریم که در صورت تعامل معقول با آن فصل به آتش کشیدن و سوزاندن طاعونی 40 ساله است.